الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و گرامی، انشاءالله این لحظه شروع میکنیم در درس نهم از احادیث گوهربار نبی اکرم علیه السلام که دوستان عزیز و گرامی، در درس حدیث ما در بیانات بدعت شروع کرده بودیم که معنای بدعت مفهوم شود در ذهن دوستا و برادران تا اینکه به یگان خطاگی و گمراهی لغزش نیابند. خب دوستان عزیز، ما در درس‌های قبلی بیانات بدعت در دو درسی پیشین کردیم که مثلا بدعت چی است و آن جایی که منکرین و مخالفین گروه های نوپیدا اعتراض میکنن به فکر خودشون از اصل کلمه کل که کل بدعت ضلاله، تمام بدعت ها گمراهی است میگن. خب همین کل میگم به معنای تمام است. خب دوستان عزیز، ما این اشتباهشان از قرآن جواب دادیم که در قرآن عظیم الشان کلمه کل آمده است، نه که در اونجا بعض اراده شده است. همچنان که از سوره احقاف تلاوت کردیم که استعیذ بالله تدمر کل شیء بامر ربها فاصبحوا لا یرا الا مساکنهم. در اونجا اگر که مقصد کل اراده میشید، باید حضرت هود علیه السلام و قومای او و اتباع او عموما و اهل بیت او مثلا باید هلاک میشید و خانه های اونها هم باید برباد میشید. حالا اون که یک عده مردم از بین همون مردمی که مقصد عذاب بالاشون آمد، مقصد یک عده مردم عذاب فرو نگرفت و خانه ها مقصد یگان چی نشیدن. اکن طبق دعوای اینها اگر نظر کنیم، باید همه چی هلاک میشید. یعنی همچنان در تفسیر آورده بود که بعضا از کل و غالب به کل اراده می شود، تعبیر می شود، یعنی که به کلمه کل آورده می شود. خب دیگر اینکه کل بدعت ضلالتون، بعضی از شارحین مثل حضرت امام احمد ابن حنبل و مثل شارح های امام بخاری ابن حجر و دیگر اینها، ابن حجر اسقلانی رحمه الله تعالی گفتن که آمون یراد به البعض، یا اینکه بعضی گفتن آمین مخصوص. همچنان علامه علی قاری 400 سال قبل گفتن که کل بدعت سیئه ضلالتون، تمام بدعت های بد یعنی گمراهی است، بدعت حسنه بد نیست. خب در این درس سوم از که درس هشتم از سوم بیانات بدعت است، انشاءالله میپردازیم برای آن دلیلی که صراحتا اثبات میکند که بدعت حسنه و سیئه میشود. خب دوستان عزیز، یک حدیث بسم شما میرسانیم که نبی اکرم علیه السلام گفتن که من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. یعنی که الحدیث، همین حدیث علامه علی قاری در کتاب مرقات شرح مشکات آورده است برای بیان بدعت حسنه، یعنی بدعت خوب، که پیغمبر خدا علیه السلام گفتن کسی که یک راه و روش ایجاد کند در اسلام، راه و روش خوب، پس برای او اجر همون است و اجر کسی که عمل میکند به همون راه و روش بعد از او، از غیر اینکه از اجر یعنی اجور او، از ثواب او کم کرده شود. به همین طریق دوستان عزیز، یک ظاهری لفظ نگاه کنین که کسی که پیدا کند در اسلام یک راه و روش خوبه. خب اگر که اعتراض برسانن که اینجا مقصد مثال فرض کردیم این نیست و من سن سنتا سیئتا، این یک مقصد قتل که فرزند حضرت آدم کرده بود، بچه معذرت پسر حضرت آدم علیه السلام کرده بود. اما دوستان عزیز، تمام شارحین و تمام محدثین بر این معنا اتفاق ندارند، جمهور بر این معنا اتفاق ندارند، یعنی آن معنایی را که این دعواگرا دعوا میکنند. خب دیگر این که میپردازیم برای بیانی مثلا بدعت حسنه. خب همین حدیثی که
حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها مادر ما روایت میکند که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. کسی که پیدا کند در دین ما که همین دین ما هست، یعنی همین است دین ما، اون چیزی را که از همون دین نیست، اون چیزی را که از همون دین نیست پس او رد است. اکنون نگاه کنین که علی قاری در اینجا چی گفته است. گفته است و فی قوله ما لیس منه اشاره الی ان احداث ما لا ینازع الکتاب و السنه کما سنقرره بعد لیس بمذموم. حضرت گفتن که همین سخن پیغمبر خدا علیه السلام و شما نظر کنین که گفتن که کسی که پیدا کند در همین دین ما چی را پیدا کند؟ اون چیزی را که از دین نیست پس او مردود است. اما یک چیزی را که پیدا کند که او شامل دین است، از دین است، او مردود نیست. مثلا گویم جشن میلاد، مولود کردن میگن بدعت است، نه درست است. خب یا اینکه دعاهای بعد نماز بدعت است میگن. خب همین دعاها خودش چی امر است؟ امر دعا هست، تلاوت قرآن است، دعای دست جمعی است، تضرع از زاری است، همه اینها امر دین است. یا اینکه در مولود تلاوت قرآن است، طعام دادن است، صدقه کردن است، امر معروف است، نهی منکر است، یا همش دین است. پس چه خیلی در حدیث داخل میشن؟ شما مضمون حدیثی که شما دلیل میکنین، شما معنای او را خوب فکر کرده بعد دلیل کنین که معنای حدیث میگه کسی پیدا کنه در دین ما اون چیزی را که از دین نیست پس او رد است. اگر از دین باشد پس او رد نیست. یعنی مضمون حدیث این است که پس چیزی که از دین باشد این رد نیست. و این را همچون دوستا من نمیگم، این را علی قاری 400 سال پیش در شرح مشکات گفت است که در همین ما لیس منه اشارت است که یعنی چیزی که پیدا کرده شود بعد و اونها مضمون نباشن، اونها مخالف قرآن و سنت نباشه، پس این کاری بد نیست. مثلا یگان حدیثی ده اگر صراحتا پیغمبر خدا علیه السلام گفته باشه، یا آیت قرآن باشه که خداوند در قرآن گفته باشه که شما نماز خواندین بعد از نماز دعا نکنین، خب یا اینکه حدیث باشه که پیغمبر خدا علیه السلام گفته باشن که شما مقصد مولود مرا جشن نگیرین، خب اگر ده حدیث همین صراحتا میبود مقصد میشید وجود می داشت، بعد اگر ما دعا میکردیم یا مولود میکردیم، بعد این حدیث در بالای ما یک حجت، یک مشت میشید. اما این خیلی دلیل وجود ندارد که شما ای را مقصد دلیل کنید. خب دیگر اینکه دوستان عزیز و گرامی، حضرت علی قاری رحمه الله تعالی قول امام شافعی رحمه الله تعالی را میارن و همچنین دوستان یا لاف میزنن شما که برای بدعت حسنه و سیئه بودنتون از 4 صاحب مذهب که یک تاش بیارین، مثال میاریشون با قبول نمیکنن. خصوصا حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی گفتن که ما احدث مما یخالف الکتاب او السنت او الاثر او الاجماع فهو ضلالة و ما احدث من الخیر مما لا یخالف شیئا من ذلك فلیس بمذموم. حضرت گفتن آن چیزی که پیدا کرده شود از کار خیر، از اون چیزی که مخالفی یگان چیز نیست، مثلا از قرآن یا سنت یا اثر یا اجماع، مثلا مخالف همین ها نیست، چیزی پیدا کرده اونها مثلا او ضلالت نیست. اگر وقتی که یک آدم یک راه و روش پیدا کنه که مقصد مخالف قرآن باشه، مخالف سنت باشه، مخالف صحابه ها باشه، او رد است، ضلالت و گمراهی است. اما مخالف نباشه این خوب است، فلیس بمذموم. این گفتن حضرت این کاری بد نیست است. که آیا یگان دلیل هست که پیغمبر خدا گفته باشه که شما جشن نگیرین مولوده یا دعا نکنین بعد از نماز؟ نیست. پس وقتی که مخالف نیست، اصل الکه اگر به اعتبار قاعده اصولی بگیریم اصل به اباحت قرار میگیره، مثلا دیگر این مذموم نمیشه و این الکه یک امر خوب میشه، همچنانی که حضرت امام شافعی مرحمت کردن. خب در دوام حضرت علی قاری آورده است که و قال عمر رضی الله عنه فی قیام رمضان نعمت البدعه. حضرت عمر رضی الله عنه در قیام رمضان، مقصد تراویح ده، وقتی که تراویح با جماعت به یک امام وقتی تشکیل کردن، گفتن چی بدعت خوب است، چی بدعت خوب است. خب اصلی تراویح مثال به جماعت نبود که هر کس مثال میخوندن خچون همه او را جمع کرده یک قاری را تعیین کرده موندن، این را نبود که این را کرد. مثلا این هم مثلا اگر با طبق گفته شما باشه باید این هم بدعت، باید شما تراویحاتون به جماعت نخونین، باید این که مثلا خانهاتون بخونین.
مثال باید به جماعت نرین، جماعتو دا نخونین. حالا اون که حضرت عمر رضی الله عنه گفتن که چی خوب بدعت است، یعنی همین جماعت رمضان، یعنی جماعت تراویح. خب حضرت در آخر گفتن که هذا و آخر کلام الشیخ فی تهذیب الاسماء و اللغات و روی عن ابن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه یکی از صحابه های جلیل القدر می فرمایند که آن چیزی را که رأی دیدن مسلمان ها، یعنی فضلا و مشایخ و علمای مسلمان ها کدام کاری را به دست جمعی به اجماعی اگر او را خوب گفتن، او در نزد خداوند خوب است. و حضرت دلیل میکنن که لا یجتمع امتی علی الضلالتی، خداوند امتی مرا بر گمراهی جمع نمیکند. یعنی به طبق این حدیث حضرت ابن مسعود گفتن که چیزی را فضلا و علما و مشایخ مسلمان ها که خوب دانستن، او در نزد خداوند خود خوب است. خب دوستان عزیز، این بود بیانات از کتاب مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح علامه علی قاری. خب دیگر می پردازیم در تعریفات علامه سعی شریف که حضرت علامه سعی شریف در مورد بدعت چی گفتن. گفتن که البدعت هي الفعلة المخالفة للسنة سمي البدعة لأن قائلها ابتداه من غیر مقال امام. بدعت گفتن همون بدعت یک کردنی که مخالف است از برای سنت پیغمبر خدا. خب همین بدعت مخالفی همون است. نامیده شد بدعت روز این که نگوینده او پیدا کرده است، اختراع کرده است رو از غیر مقال امام، قول امام. خب در دوام گفت است حضرت البدعت هی الامر المحدث الذي لم يكن عليه الصحابه والتابعين ولم يكن مما اقتضاه الدلیل الشرعی. خب گفتن که بدعت چی را میگن؟ نه، همون بدعت امر محدثی است که نباشد بر او صحابه و نه تابعین و نباشد او از اون چیزی که او را دلیل شرعی تقاضا میکند. پس دعا کردن، تلاوت کردن، امر معروف کردن، اینها همه چیزی هست که دلیل شرعی او را تقاضا میکند. حضرت محدث دهلوی عبدالحق دهلوی گفتن که اصلا ما همین بدعت گفته یک چیزی را میگیم که او ربط به سنت نداشته باشه. اگر اصل به یگان سنت پیوستی داشته باشه، او در بدعت داخل نمیشه. مثلا دعا کردن خود در سنت داخل است، در مقصد نص قرآن پیوستگی دارد، یا اینکه امر معروف نهی منکر، تلاوت قرآن، اینها هم امر شرعی هستند. خب حضرت در مقدمه مشکات حضرت عبدالحق محدث دهلوی میفرمایند که و اما البدعه فالمراد به اعتقاد امر محدث علی خلاف ما عرف فی الدین و ما جاء من رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب خلاصه به همین طریق گفتن که اما بدعت پس مراد به همون بدعت اعتقاد امر محدث برخلاف اون چیزی که معروف شده است در دین و برخلاف اون چیزی که اومده است از نبی اکرم علیه السلام و از صحابگان او. برخلاف اون باشه پس بدعت میشه. اگر برخلاف اون نباشد، اون در بدعت داخل نمیشود. در بدعت داخل نمیشود، بلکه در چی داخل میشود؟ در یک کاری گوییم که حسن داخل می شود. اگر وقتی که مخالف قرآن نباشد، وقتی که مخالف سنت نباشد، در حسن داخل می شود. اصلا تعریفات حضرت علامه را نظر کنین که گفتن که المراد به اعتقاد امر محدث علی خلاف ما عرف فی الدین. مقصد مراد به بدعت اعتقاد کردن یک امر نوپیدایی که برخلاف اون چیزی که در دین معروف است. مثلا در دین چی معروف است؟ در دین قرآن خواندن، تلاوت کردن، امر معروف کردن، دعا کردن، اینها کارهای معروفی در دین هستند. برخلاف هم اینها باشد بعد او بدعت میشه. اما علاوه فوق ما عرف فی الدین فلیس بدعت، اون چیزی که با موافق مقصد دین باشه او بدعت حساب نمیشود. یعنی اینها در چی داخل میشوند؟ در کار نیک. از این خاطر دوستان عزیز، ما به طریق گلچینی کرده مقصد از همین کتاب ها جاهای درکاری را به سمع شما رسانیدیم و اگر دوستان معلومات زیاد میخواهند مراجعت کنند به کتاب های نام برده شده، انشاءالله باز زیادتر معلومات خواهند یافت. السلام علیکم و رحمت